خب در این قسمت قراره که ما شروع کنیم به نصب کردن فایل هامون و پیش نیازهایی که نیاز داریم برای نوشتن کدمون و ران کردن کد هامون و اینجور مسائل. و الان با توجه به اینکه ما در شرایط نت ملی هستیم و خب یه خورده شرایط خیلی سخت هستش، ما مجبوریم که از یه سری سایت های داخلی استفاده کنیم به جای اینکه مستقیم بریم از خود سایت های خارجی دانلودش کنیم. اینجور برنامه ها یا خود پایتون نیاز به کرک چیزی اصلا نداره و خیلی ساده هستش و همه میتونن دانلودش کنن از سایت هاشون به صورت مستقیم. ولی خب با توجه به شرایط و مسدود بودن آی پی همون و دسترسی نداشتن به نت جهانی، ما مجبوریم که از سایت های داخلی استفاده کنیم. و این نکته رو هم بگم که زیاد تفاوت آنچنانی نداره که حالا ما از سایت های داخلی داریم دانلود می‌کنیم یا از سایت های خارجی داریم دانلود می‌کنیم و مراحلی که برای دانلود کردن از سایت های خود خارجی هم هست زیاد پیچیده نیستش. کلا دو تا سرچ ساده هستش و آنچنان چیز عجیب غریبی نیستش که بخوایم بگیم که نیاز باشه که شما اونو حتما بلد باشید و فلان. و بعد هم مجدد میتونید اون رو حالا اگه خواستید کامنت بذارید توضیحشون بدم و اینجور مسائل. خب برای اولین چیزی که نیاز داریم ما دانلود کنیم خود پایتون هستش. برای حالا بخوام بگیم پایتون برای چیه، پایتون خودش برای تفسیر کردن کدها هستش که حتما نیاز داخل کامپیوترتون باشه و وقتی که یک فایل که توش کدهای پایتون وجود داره بخواید ران کنید باید حتما اون پایتون روی کامپیوترتون نصب باشه و اون رو بهش بگید که از این فایل استفاده کن برای تفسیر کردن کد ها که همون میشه خود پایتون. خب برای دانلود کردن خود پایتون حالا از سایت های خارجی خب خیلی ساده است. یه سرچ ساده بزنیم اون برام میاره. چیز خیلی عجیبی وقتی بزنید دانلود پایتون مستقیم خود سایتش میاد اینجا و ما وقتی که حالا اینو بازش کنیم با توجه اینکه حالا نت ملی الان باز میشه، وقتی که باز میشه دقیقا تقریبا تو همین قسمت میتونید دانلودش کنید مستقیم. ولی خب از اونجایی که نت ملی ما از صاف 98 برنامه‌مون رو دانلود میکنیم تو این قسمت ما میایم حالا با توجه به ورژن ویندوزمون که 32 بیتی هستش یا 64 بیتی اون رو حالا دانلود میکنیم. حالا ویندوز 10 هستش یا 11 ما این رو دانلودش میکنیم داخل کامپرس پایتون اوپنی که بزنیم یه رمزم که اینجا داره صاف 98 بزنیم رو این فایل دات اکسش کلیک میکنیم رمز رو اینجا وارد میکنید و به همین سادگی شما فقط کافیه اینستال ناو بزنید و از اونجایی که من پایتون از قبل نصب داشتم خب نیاز ندارم دوباره مجدد نصبش کنم. و این نکته که حتما باید رعایتش کنید این هستش که اد پایتون اگزیت تو پف رو بزنید که بعداً که میخواید ازش استفاده کنید داخل انوایرمنت های ویندوزتون قرار داشته باشه که هر موقع که فایلی که شامل کدهای پایتون هست و میخواید ران کنید سریع بتونه پیدا کنه .exe پایتون رو. و پایتون به این صورت نیستش که حالا مثل بازی ها باشه یا برنامه دیگه مثلا یه فایل .exe ساده باشه که روش کلیک کنید و سریع ران بشه و این محیط باز بشه. نه، ما از طریق یه آیدی دیگه یا بهش بگیم جایی که ما کدها رو می از اونجا ما دوباره پایتون رو فرا میخونیم اونجا و کد هامون اونجا ران میکنیم و یه خورده متفاوته با چیزهای دیگه. البته هیچ پیچیدگی خاصی نداره زیاد گیجتون نکنم. همین رو که بزنید اینستال ناو که بزنید شروع میکنه به نصب کردنش و تمام و هیچ کار دیگه نیاز نیستش. این از اولین چیزی که شما نیاز دارید. حالا تو مرحله دوم ما نیاز داریم به آیدی. حالا یه توضیح کوتاه قبلش دادم. آیدی برای اینکه بتونید کدای پایتون رو داخلش بنویسید، نه تنها پایتون و خیلی از کدهای دیگر هم میتونید داخلش بنویسید. البته ما از آیدی VS کد استفاده میکنیم که خیلی انعطاف داره و میتونید اکستنشن های متفاوتی روش نصب کنید، کاستومایزش کنید و خیلی تنوع های مختلف داره و خیلی ازش استفاده میکنن. به همین خاطر ما از همون استفاده می‌کنیم. آیدی های دیگه هم هستش که مخصوص مثلا خود پایتون هستش و کار رو براتون راحت تر میکنه. البته آنچنان راحت نه. شما مثلا خیلی بگین سخت باشه VS کد نه اصلا اینجوری نیستش.
یه خورده که باش کار کنید سریع راه میافتید. برای نصب کردن وی اس کد هم دوباره ما از سایت های همون ایرانی استفاده میکنیم، ولی از سایت مستقیم خود مایکروسافت هم میتونید دانلودش کنید و هیچ کرک و هیچ چیز خاصی هم نداره. خب این به صورت رنگش آبی هستش، اونی که بنفش هستش اون اسمش VS خالی هستش، VS کد نیستش و اون برای حالا بیش از زبان‌های C++ و C# و اینجور مباحث استفاده میشه. ولی ویژوال استودیو کد برای اکثر زبان‌ها که میشه گفت بیشتر زبان‌ها رو شامل میشه و میتونید استفاده کنید. ولی خب یه سری زبان اصلا سختی خودشونو داره و بهتری که آیدی خودشونو دانلود کنید، ولی برای پایتون نه، VS کد بهترین گزینه به نظر. و حالا نسخه‌ای که اینجا نیاز دانلود کنید حالا 64 بیتیشو اینجا ما دانلود میکنیم. دوباره از صاف 98 هستش و رمزش هم همون هستش و تفاوت خاصی هم نداره. منتظر میمونیم که دانلود بشه. حالا نسخه های دیگه هستش، ما جدیدترین ورژنش رو نصب میکنیم. حالا ورژن قدیمیش رو خواستید میتونید نصب کنید، زیاد فرقی نداره. داخل VS Code دادیزش رو اجرا میکنیم، صاف 98. و از اونجایی که من مجدد این رو روی سیستم خودم دارم، شما همون روی پف دیفالتی که وجود داره بذارید نصب بشه، چون سریعتر پیداش میکنه کامپیوتر و روونتر اجرا میشه. و حالا نکست رو بزنید و چیز عجیب و خاصی نداره. این هم نصب میکنید و این دیگه چیزی به اسم مثلا اد تو پف و فلان و اینجور مسائل نداره. وقتی که واردش که شدیم اون وقت ما شروع میکنیم به مسائل دیگه و مباحث دیگه که نیاز داریم که نصبش کنیم. و این رو که ما نصب کردیم، حالا من از این قسمت بله VS کدمو باز میکنم و این محیط برای شما باز میشه. حالا شاید یه خورده اولش برای شما مثلا این ظاهرش فرق داشته باشه، نمیدونم دقیق، ولی خب چیز عجیبی نیستش. این محیط استارتشه. در این قسمت تواش وجود داره برای VS کد و حالا یه دونه منو بار داره این قسمت و حالا ما کم کم با اینا آشنا میشیم و الان زیاد ما تمرکز نمی‌کنیم روی اینجور مسائل که VS کد رو کامل بخوایم به شما یاد بدیم. ولی خب یه سری چیزایی که نیاز شما بلد باشی تو این قسمت ها، اول از همه مثلا منو فایل هستش که وقتی که ما این قسمت که بیایم میتونیم مثلا یه فایل جدید بسازیم که حالا میگیم آقا تکست فایل باشه، پایتون فایل باشه یا هر نوع فایل دیگه. اینجا به صورت تب اضافهش میکنید، میتونید بین اینا سویچ کنید خیلی راحت و حالا هر چند تا فایل که بخواید اینجا راحت میتونید داشته باشید و خیلی خوب و انعطاف پذیره برای مثلا نوشتن کد هاتون و کد های چند صفحه اینجور مسائل. و تو قسمت منیو فایلمون حالا چیزای دیگه هم هستش، مثلا اوپن فایل هستش، مثلا فایلی که از قبل ذخیره کردید شما و میخواید مثلا مجدد بازش کنید. حالا میتونه فایل پایتون باشه یا هر فایل دیگه‌ای که بخواید. و تو قسمت اوپن فولدر ما اینجا کلا یه فولدر جدید باز میکنه براتون و تو این قسمت اگر حالا من مجدد اینو میبندم بهتون نشون میدم. تو این قسمت اگه ببینید اینجا خودش یه اوپن فولدر داره یا حالا کلون ریپوزیتوری که مربوط میشه حالا با ریپوزیتوری داریم که داخل هر سایتی هستش، مثل حالا گیتاب که معمولا استفاده میشه، اکثر این استفاده میشه. ما الان فعلا با این کاری نداریم و اوپن فولدر رو استفاده میکنیم. اوپن فولدر میاد اینجا مثلا فولدری که انتخاب میکنید تمام فایل هایی که داخل اون فولدر هستش یا حالا فولدری که داخل حتی این فولدری که انتخاب میکنید هستش رو براتون باز میکنه و خیلی راحت میتونید داخلش نویگیت کنید، فایلاتون انتخاب کنید و اینجور مسائل. مثلا حالا برفرض پروژه مثلا حالا مثلا اکسل بک‌اند مثلا اینجا من باز میکنم. حالا البته زیاد طولانی نیستش، یه تکست ساده. حالا مثلا پروژه انگلیش چت رو مثلا باز میکنم و تو این قسمت حالا تمام فولدرها، فایل‌ها و هر چیزی که هستش رو براتون باز میکنه، خیلی منظم و مرتب و میتونید شما راحت بین اینا سویچ کنید و شما اصلا فعلا به اینا نیاز ندارید، به این همه پیچیدگی. فقط در حد اینکه بدونید میتونید مثلا یه فولدر اینجا اضافه کنید و بین اون فایل بسازید، داخلش نویگیت کنید. حالا فرضاً ما بر فرض مثال یه فولدر خودمون اینجا میسازیم، اونم تست کنیم. مثلا تست فولدر رو وقتی بزنیم
اینو ما اینجا بازش میکنیم. سلکت فولدر رو که بزنید اینجا، البته ما فایلی الان نساختیم و خالیه. خب فولدر رو که ما حالا فرضاً باز کردیم، حالا الان خالیه دیگه، معلومه دیگه خالیه و هیچ فایل و فولدر جدیدی توش نیستش و میخواید شما شروع کنید به ساختن فایل ها و فولدراتونه. تو این قسمت این بالا آیکونی داره که خودش حالا هاور کنید نوشته نیو فایل و اینجا نیو فولدر هستش و اینم حالا دکمه رفرش هستش و اینم که تمام فولدراتون رو کلپس میکنه یا جمع میکنه اگه فولدراتون همش باز بود و شلوغ کرد. ما اول از همه مثلا با نیو فایل شروع میکنیم. فایلی که میخواد بسازی اسمش رو مثلا میتونید هر چی که دوست دارید بذارید. میذاریم test1 دات. وقتی دات رو میذارید اینجا میگه اون اکستنشن فایلی که میخواید رو وارد کنید که ما txt یه چیزایی که حالا خوب مثلا بدونید txt میشه همون تکست، آیکونش مثلا میاد و خیلی معروفه و میتونید ازش برای مثلا داکیومنت کردن و ذخیره کردن توضیحاتون استفاده کنید. و چیز دیگه که ما خیلی ازش استفاده میکنیم دات پای که اینجا آیکون پایتون هم باز براتون میاره. البته فکر کنم آیتون نیاز داشته باشه که یه اکستنشنی شما نصب کنید. حالا اگر دیدید ندارید کامنت بذارید که من توضیحاتش رو مجدد بهتون بدم تو کامنت ها و بگم چجوری آیکون بیاد. البته من الان نمیدونم، شاید در حین نصب آیکون رو به شما نمایش بده یا رنگی کنه یه چیزی رو براتون و همون کافیه که متوجه بشید مثلا این فایل دات پای هستش با توجه به رنگش، حالا با آیکونی که بهتون میده. وقتی که دات پای میزنید یعنی ما الان اولین فایل پایتون رو اینجا ساختیم به همین سادگی و حالا تو این قسمت شروع میکنیم به نوشتن کد هامون و حالا تو جلسات بعدی ما شروع میکنیم به یاد دادن اونا. این یه فایل عادی که حالا ما راست کلیک وقتی که بکنیم روش اینجا ما ریویلینگ فایل اکسپلورر داریم که وقتی که بزنیم قشنگ توی این قسمت اکسپلورر ویندوز اون برام باز میکنه. پفش هستش خیلی ساده، مثل ویدیو و عکسات و اینایی که شما حالا ذخیره میکنید جاهای مختلف و میتونیم بعدا اینو اوپن کنیم، فولدرش اوپن کنیم که حالا داخل تست فولدر هستش و چیز خیلی پیچیده ای نداریم. و میتونیم همینطور ما فولدر بسازیم اینجا، فولدر مثلا اسمشو وان میذاریم و داخل این دوباره مجدد میتونیم یک فایل پایتون دیگه بسازیم که مرتب و منظم باشه همه چی و حالا هر چندتا و هر جوری که دلتون بخواد به صورت تری بیس این میتونید بسازید و خیلی مرتب و منظم میتونید بینشون هم حتی سویچ کنید، اسمشون نوشته میشه و خیلی خوب و مفید هستش. این البته تو اکثر آیدیا وجود داره و چیز عجیبی نیستش که بگین که فقط این وی اس کد داره یا این مثلا پروگرام داره. خب حالا بعد از اینها ما وقتی که فرضاً مثلا یه دونه فایل پایتون باز میکنیم توی قسمت های حالا بعد رانش کنید آقا مثلا چجوری رانش کنیم، مثلا چجوری اصلا بدونیم پایتون الان ست شده که بخواد اصلا ران بشه و اینجور مسائل و الان وقتی می نویسیم مثلا چجوری ارور میده، اذیتمون میکنه، کلی دردسر و اینجور چیزا داره و خودمون هی تایپ کنیم مثلا از حفظ مثلا بنویسیم و اینجور مسائل. خب تو این مسائل یه چیزایی هست به اسم اکستنشن ها، چیزایی که اضافی تر هستش که ما وقتی روی بی اس کد نصب کنیم کار رو برام خیلی راحت تر میکنه. مثلا الان برای ران کردن یه فایل پایتون مثل test1.py شما نیازه برید این قسمت داخل ترمینال. شما نیاز نیست اصلا اینو بلد باشید، فقط دارم بهتون مثال میزنم. شما باید اول از همه مثلا دارم فرض همینجوری میگم پف پایتونتون رو اول از همه باید شما اینجا بهش بدید که مثلا کجا هستش. مثلا میام تو درایو دی، مثلا تو کجای درایو دی، مثلا مثلا فلان یه پف طولانی اول از بدید که آقا پایتونتون اینجا بهش میگی چه فایلی میخواید اجرا کنید، دقیقا این فایل میشه. این فایل دوباره مجدد این پفی که اینجا هستش و فرضاً ما حالا از اینجا ما از راست کلیک بکنیم کپی پف داریم ما اینجا، دوباره بعد بیایم اینجا این پف طولانی رو مثلا وارد کنیم و حالا مثلا اینتر بزنیم که مثلا شروع کنه به ران کردن این فایل. خب این خیلی مسئله پیچیده، هر دفعه بخواید این کار رو انجام بدید خب خیلی زمان بره و برای اینکه تازه شروع کردید یه خورده اذیتتون میکنه. پس برای این مسئله اکستنشن های مختلف هستش که ما از چی استفاده میکنیم؟ از اکستنشن ما کد رانر استفاده میکنیم. وقتی بیاید تو اکستنشن ها تو این قسمت وقتی سرچ کنید با توجه به
وضعیت خوب مملکتمون، ما الان وقتی که اینجا سرچ کنیم که کد رانر، برامون نمایش داده نمیشه، اصلا سرچ نمیکنه چون ما دسترسی به نت جهانی نداریم. و الان این کد رانری که اینجا میبینید از قبل برای من نصب شده. ولی خب یه راه جدا هستش، ولی خب ای کاش که میتونید از اینجا دانلود کنیم. اینو وقتی حالا فرضاً بزنید اینجا داره، اینجا نوشته اینستال به رنگ آبی. حالا اگر در حینی که شما به نت جهانی وصلی دارید استفاده میکنید، اینستاله که بزنید سریع نصب میشه، بدون هیچ کم و کاستی چیزی راحت نصب میشه و سریع میتونید ازش استفاده کنید. تو اینجا هم حالا نوشته که شورتکات استفاده از این کد رانر چی هستش، که شما فقط بعد شورتکاتی که نیازه فقط بلد باشید اینه، کنترل آلت ان. تنها کاری که پس شما نیازه به انجام بدید چیه؟ اینجا میاد سرچ کنید کد رانر، همین رو سلکت میکنید و اینستالش میکنید. حالا اکستنشن های متفاوت داریم، میاد آقا مثلا کداتون رو رنگی میکنه، کداتون رو جذابتر میکنه. هر کس اومده باز توجه سلیقه خودش یه اکستنشن نوشته، چیز خیلی عجیبی نیستش. شما میتونید حتی اونا رو برای خودتون بعداً بنویسید، مثلا رنگ‌های دلبخواه خودتون اضافه کنید، یا مثلا اومده محیط خود وی اس کد رو مثلا رنگش عوض کرده که الان میبینید برای من آبی اینجا متفاوت تره. و اینجور مثلا اکستنشن همینه، چیزی اضافیه در اصل میشه گفته که نبودش کار خورده سخت‌تر میکنه و پیچیده‌تر. در صورت بودنش کار براتون سریعتر انجام میشه با سرعت بیشتر. پس یه دونه کد رانر رو استفاده میکنید. و یکی دیگه که نیازه، و البته معلوم میاد در شرایط نت بلی چی نیازه که چجوری اینا رو نصب کنیم، خیلی ساده است اون. یکی کد رانر هست، یکی دیگهش پایلنس هست و پایتون. این دو عدد، یعنی این دو عدده که شما پایلنس و پایتون، همین دو عدد هم که نصب کنید. پایلنس بیشتر برای آتو کامپلیت و اینجور مسائل. و آتو کامپلیت یعنی باعث میشه شما وقتی کلمه اول یه حرف بنویسید خودش مثلا میاد سریع براتون مینویسش، مثلا میگه آقا اینو میخواستی، اینو میخواستی، اینو میخواستی، خیلی کار راحت‌تر میکنه و سریعتر میرسه. یه خورده رنگ و لعاب میده به کداتون و کد رو براتون قشنگتر میکنه که چشم راحت‌تر ببینه کداتون رو. و پایتون هم شامل پایتون دیباگر هستش، پایلنس هستش و چند تا فیچرهای مختلف هستش و میاد اونم براتون کد رو ران میکنه، مثل کار کد رانر رو انجام میده. البته پایتون رو فکر کنم نصب کنید دیگه نیاز به نصب پایلنس و پایتون دیباگر نباشه، چون خودش اینا رو براتون نصب میکنه در کنارش. ولی خب مجدد تست بگیرید، من اینو روز اولی که نصب کردم دقت نکرده بودم. پس ما سه تا اکستنشن شما از این قسمت، این آیکون دقیقا اینجاست، البته این قرمزه یه چیز بی‌معنیه، این برای من میگه آقا به روز رسانی کن یه سری از اکستنشن ها رو، چون قدیمی شده یا کامپتیبل نیستش با یه سری از چیزهای دیگه. یعنی کامپتیبل یعنی که یکسان نیستش، یعنی که نسخه‌شون به هم نمیخوره، این معنی رو میده. حالا اصلا اهمیت ندید، شما تنها کاری که میکنید فقط بیاد تو اکستنشن پایتون رو سرچ کنید این قسمت، پایلنس رو سرچ کنید این قسمت و همینطور کد رانر رو سرچ کنید تو این قسمت و نصبش کنید و تمام. وقتی که حالا ما از کد رانر بیشتر استفاده کنیم، وقتی که نصبش کردیم، مثلا فایل پایتونی که شما باز کردید، این مسیر طولانی گفتم که میخواید اون پایتون رو اجرا کنید، فایل پایتون رو تو خیلی پیچیده و مسخره است و مسخره که یعنی که خیلی هر دفعه بی منطقه که بخواید این کار رو طولانی انجام بدید. شما برنامه‌نویسی این کارا رو سریع‌تر کنید، نه این کارا رو طولانی‌تر کنید، مخصوصا برای خودتون. اینجا مثلا ما یه کد ساده می‌نویسیم، دیدی که الان خودت میگه آقا پرینت، سریع پرینت رو بیار، چیه پرینت چیا میگیره، ولیو میگیره. اصلا شما نیاز نیست اینا رو بلد باشید، ما تو جلسات آینده اینا رو کم کم به شما میگیم. مثلا می‌نویسیم دید. حالا من میخوام این کد رو الان ران کنم. خب اول از همه شما میتونید سیوش کنید. خب با کد رانر وقتی میخواید کد ران کنید نیاز به سیو کردن نداره، اینم بهتون بگم. کد رانر میاد دقیقا صفحه‌ای که بازه رو براتون ران میکنه، هر چی که حالا تغییر دادی یا ندید. ولی برای سیو کردن اینم بگم که مثلا اگه شما اینجا راست کلیک کنید، خب تو این منویی که باز میشه براتون داخل همین قسمت نوشته سیو. خب نه، اینجا نداریم، ما داخل قسمت فایل داریم. اینجا یه دونه سیو از داریم که معلومه دیگه چی هستش، یعنی داخل چه فایلی فولدری میخواید سیوش کنید. مثلا میگم آقا داخل فایل فلان این میخوام مثلا سیوش کنم، یه فایل جدید میسازه و اینجا براتون سیوش میکنه. حالا بر فرض مثال من یه تست میگیرم، خب این یه چیز جدا سیوه، ولی ما میخواستیم روی این سیوش کنه، دیدی که الان اینجا سیوش نکرد.
مثلا می‌نویسیم دو تست وانو که میگیره، ما اینجا میایم سیو، وقتی همون کنترل اس اگه دقت کنید سریع سیوش کن و این آیکونش از اینجا رد. اگه دقت کنید یه آیکون میاد وقتی که سیو میگیره، کنترل اس میزنیم سیوش میکنه سریع. و تو این قسمت وقتی که میاد شورتکاتش رو حتی زده براتون، کنترل اس کنترل شیفت اس برای سیو است که ما معمولا از کنترل اس استفاده میکنیم. ساخت فایل و فولدر رو سریع ما قبلش از قبل ما میسازیم و بعد مینویسیم توش، نه که یه چیزی بنویسیم و بعد سیو کنیم. معمولا اینجوریه، ولی خب باز اونم میگم دیگه اون چیز شخصیه. خب اینم به این صورته. حالا می آقا بحث اصلیمون ران کردن اون کد بودش. کد اصلا چجوری ران کنیم؟ خب برای ران کردن کد شما وقتی اون اکستنشن رو نصب میکنید اینجا آیکون های مختلف میاد براتون. یا آیکون اینجا هست میادش که میگه آقا اگه میخوای ران کنی من اینجا میتونم کمکت کنم از این استفاده کن. میگم اوکی این یه راهش. شورتکاتش چیه؟ کنترل آلت ان. میگه آقا این دوره، دوست داری اینجا راست کلیک کن اینجا ران کد کن. کنترل آلت دوباره همونه، هیچ فرقی نداشتش. یا اصلا دو تا این برات اذیتت میکنه با کیبورد راحتی، همون چیکار کن کنترل آلت ان رو بزن، خیلی راحت. دستور پرینت یه دستوری که میگه آقا مثلا یه چیزی رو پرینت کن، شما نیاز نیست اصلا الان بلدش باشی. خیلی سریع و راحت اومد اینجا آقا اینو برای من پرینت کرد، داخل اوتپوت پرینت کردش، داخل ترمینال دیگه الان کار نداریم. ترمینال مبحثش جداه، برای نوشتن کدهای پیچیده‌تر و بیشتره، نگه بگیم خیلی حرفه‌ایه، نه برای کدهای بیشتره. همین ما از آوتپوت استفاده میکنیم چون کار برامون راحت‌تر و سریع‌تر میکنه، خیلی هم بالتر و قشنگ و رنگی‌تر هم هستش و هی پشت هم میتونید مثلا شما چند بار اینو اصلا رانش کنید به همین سادگی. و خب با توجه چیزهایی که ما الان داشتیم، این نصب پایتون بود، نصب وی اس کد بودش که ما کار رو شروع بکنیم، مقدماتمون رو آماده بکنیم. یه نکته خیلی مهم برای نصب اکستنشن ها در شرایط نت ملی. تو نت ملی باید چه کار کنیم؟ تو نت ملی میرید داخل کروم، به همین سادی میرید داخل کروم. این سایتی که بهتون میگم من براتون اینجا آماده کردم، خودم اینو آموزش از جای دیگه دیده بودم. شرایط نت ملی نمیدونستم همه چیزایی اصلا وجود داره و هی داریم حالا پیدا میکنیم بالاجبار و امیدوارم که زودتر تموم شه، چون اگه اینجوری باشه، چون اصلا برنامه‌نویسی بلد نباشیم راحت ترین، چون مشتری نیستش که بخوایم براش چیزی بنویسیم. خب این سایت رو ما وقتی که وارد کنیم تمام اکستنشن هایی که میخوایم و اینجا برام میاره، همون دیدید که پایتون، پایلنس، دقیقا همونا. فقط این فایلش رو در اختیار شما میذاره، یعنی وقتی فایل رو به شما میده شما میتونید بعدا داخل وی اس کدتون نصبش کنید. فرضاً ما اینجا حالا سرچ هم داریم، مثلا حالا میام کدرانر کجاست، یا اولش نیستش، مثلا یه کدرانر من سرچ کنم اینو میارم. خب کدرانر رو میبینید آوردش براتون سریع دقیقا اینجوری. حالا آیکوناش هم بود الان نیست، نمیدونم یه سایت دیگه ایرانی. وقتی که دانلودش میکنیم، حالا نمیدونم حالا کجا رفت دانلود شد، کدرانر میبینیم که یه فایل با فرمت VSIX به ما میده. این فرمت مخصوص VS کد هست، VS اولش هم معلومه، برای اینکه اکستنشن های مخصوص VS کد هستش. حالا ما اینجا برامون دانلودش کردش و میایم داخل خود VS کدمون. خب میریم تو قسمت اکستنشن هامون و یه علامت اینجا داره 3 نقطه و این install from VSIX رو که بزنید شما جایی که حالا برای من دانلودش کرده رو باز میکنم. اینجا این فایل هستش، این استال که بزنم شروع میکنه به این استال کردنش. حالا البته نمیدونم چجوریه، شما اگه تست کردید به من بگید اوکی بوده، خوب بوده، فلان بوده، داره ران میشه. اگه دیدید مثلا این استال کردش و درست مثلا اجرا نشد، اونم بهم بگید، ببینم شاید مشکلی باشه که نیاز باشه باز آموزشش بدم بهتون. ولی من امیدوارم که فعلا داره نتا کم کم باز میشه و امیدوارم که کامل باز بشه تا موقعی که شما دارید این ویدیوها رو میبینید. و حالا هر چیزی دیگه، اکستنشن های دیگه هم که میخواید اینجا میتونید ببینید. حالا با توجه میتونید از چت جی پی تی اگه باز الان براتون، یا دیپ سیک چیزایی که بازه، میتونید بیاید اینجا چیزایی که دوست دارید مثلا سرچ کنید ببینید باشه دردی میخوره، کدومش جذابتر میکنه محیط بی اس کدتون و آیدیتون رو در اصل، و اون رو مثلا نصب کنید داخل بی اس کد و ازش استفاده کنید. و اگه چیز
بهتری شما میشناسید، اکستنشن های بهتری میشناسید، حتما معرفی کنید تو کامنت ها که ما ازش استفاده کنیم. و خب این از جلسه آماده سازی فایلان بود، مقدماتمون بود و نصب کردن، و در جلسات آینده شروع میکنیم ما دیگه به نوشتن کد هامون. موفق باشید.